بعد از مدت‌ها شما رو برای تماشای بازی داماش دیدیم که فاقده بکنم، اتفاقا خوب بود و پیروزی لاجوردی بودن تیم سابق خودتون همراه بود. این بازی چطور بود و چی شد که حضور پیدا کردید تیم سابقتون رو مشاهده کنید؟ خیلی متشکرم، سلام عرض می‌کنم به شما و تمام عزیزان و همشهری‌های عزیز. و توی این ایام که بیشتر من 2 سال بود به خاطر کرونا رفت آمدمون کم بود و دیشب که من رسیدم امروز به من گفتن که بازیه و همیشه سفرمون طوری بود که پنجشنبه جمعه بود و بازی لیگ هم تو استان به مراتب تو روزهای هفته است و من خودم باشگاه دارم تهران، بیشتر تو آموزش فوتبال انجام میدم. شاید برام سخت بود ولی امروز دیگه اومدم خیلی خوشحال شدم. بعد چندین سال اومدم برای تیم خودم میشه بود ریشش استقلال رشت و خیلی خوشحال از این هستم که آقای اسماعیل زاهد بیشکایی همبازی خودم هم بود، فوق‌العاده مربی خوب با دانش و کادری که در کنارشون هستم. خیلی خوشحالم و مالکی که به هر حال قبول زحمت کرد این تیم رو الان به اینجا رسید و امیدوارم همه مسئولین استان شهری میخوام که حمایت کنن، سرمایه‌گذاری که میاد تو فوتبال جذبش کنن، بتونن که این تیم رو به جایگاه واقعیش برسونن. این تیم ما هممون میدونیم، همه طرفدارا، خود من همه میدونیم که این تیم چه مشکلاتی داشته. گذشته باید بذارن کنار، الان تیم از صفر شروع کرده. من فکر کنم پتانسیلش داره، تنها نمیشه. یاره 12ام این تیم شما دیدین طرفدارا هستن. من بذارم از این تریبون یه واقعیت به همه اهالی فوتبال بگم. همه فوتبالیست‌ها خود من گرفته مربی از اسم داماش بردن بدهی گذاشتن واسه دیگران. الان این تیم خدا رو شکر صفره. خواهشی که دارم کمک کنن، سهام خواهی خودشون رو بذارن کنار. این تیم مال این طرفداراست. من بهزاد داداش‌زاده نیست، من اینجا زحمت کشیدم، خیلی اینجا زحمت کشیدن. سهام خواهی رو بذارن کنار، کمک کنم به مالک. امیدوارم با همین پتانسیل ان شاءالله جلو بره. اگر مشکل پیش نیاد میتونه موفق باشه. تا ادامه اینجا که خیلی خوب بود، من واقعا لذت بردم، جوانای خوبی رو دیدم و یاد جوانی خودم افتادیم. یادش بخیر چه استادیوم. به هر حال اینجا خیلی اون زمان ما نبود، ما تو عزودی بازی می‌کردیم، ولی این طرفدارایی که می‌بینم تا دقیقه 1 دارن سنگتون تمام می‌ذارن، خواهشی که دارم تنها نذارن، باید پشت در پشت هم پیشکسوت‌های همین تیم بیان کمک کنن، بیان بازی‌ها رو ببینن. به هر حال هر کی میتونه یه گوشه یه کارو بگیره. بنده به عنوان مسئول کانون مربیان این قول میدم، حتما هر کمکی از دست بنده بر بیاد میتونم انجام وظیفه کنم. برای من تهران بیشتر هستم و ارتباطاتی که دارم حتما کمک میکنم. تیم مال رشت، تیم مال استانه، چه ملوان، چه سپیدرو، چه چوکا، چه همین تیم تالش، اینا به هر حال یا آستارا، اینا سرمایه‌های این شهر هستن. ولی باید طوری طراحی باشه، طوری برنامه‌ریزی کنن که مستحق تیمایی که هست مثل داماش بیان به لیگ 2. این چیزی نیست به غیر از که همت شهری و مسئولین باشه. تنها برای یک نفر خیلی سخته. آقای داداش‌زاده، یه موضوعی که همیشه هوادارا داماش گله‌مندن متاسفانه پیشکسوت‌ها، یه چیزی که حالا من زبان هوادارا میگم، چیزی که همیشه شاهدش بودیم، پیشکسوت‌های داماش تا موقعی که تو تیم باشن کنار تیم هم، ولی وقتی از تیم حضور ندارن ما خیلی کم شاهده این حضور پیشکسوتانی که این تیم به عنوان میراثشونه در کنار تیم هست. میراثی که در شهر امیرعلی شاید پیشکسوت‌ها همیشه کنار تیم هستن، همیشه حمایت میکنن. و هر حال حضور پیشکسوتان ملی پوش نظیر شما و دیگر عزیزانی که برای این تیم زحمت کشیدن میتونه برای بازیکنان انگیزه باشه، امید باشه. این موضوع چرا چنین چیزی اسم تو فوتبال رشت است؟ ببینید خیلی نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ببینید متاسفانه در گذشته فضای بازار بسته بودن که افکار من شده اصلا کنارش نمیدونم. ما اصلا برای کمک میتونیم کمک، ما کار دیگه نمیتونیم انجام بدیم. اجازه نمیدادن یا نمیخواستن. شما انزلی مثال زدید، پیشکسوتمون ازشون میخوان، حتی میرن بهشون سر میزنن، حتی اصلا اطلاع ولی از ما کسی اطلاع رسانی نمیکنه. من حتی زمان خود آقای حاجی پور هم خیلی کمک خواستم میکنه، حتی چند تا اسپانسر براش آوردن، خودشون ساعده، ولی اصلا هیچ توجهی وقتی نمیکنه. ما پیشکسوتان مثل بعضی از پیشکسوتان نیستیم.
برای ما برای خودم ارزش قائلیم. الان به من خواستم با جان دل اومدم شهر خودم و تیم خودم و خیلی خوشحال شدم تیم برد. مطمئن باشید از این به بعدم هر کمکی از من برمیاد میام از منم بخوام نوکرشون هستم. خاک پای تمام این طرفدارا و این ورزشکارا و این بازیکن‌ها هستم. چرا نباید و متاسفانه در گذشته نمی‌خواستم. اما بحث من نباید سهام خودی داشته باشیم. سهم این باشگاه این طرفدارا. یعنی اگه من بخوام بگم چون اینجا بازی کردم مال من باشه این اشتباه. متأسفانه بازی این اشتباه گرفت. آقای دکتر یه موضوع دیگه که معمولا شاهدش بودیم هوادارا تو کامنت‌ها اشاره می‌کردن بهزاد دادستان تیم اولش چیه؟ داماش پرسپولیس استقلال. خب نه ببینید من هر جا که فوتبال بازی کردم برای این تیم ارزش قائل بودم و خاطره خوشی داشتم. این چیزی که مردم اول استقلال رشته. یعنی نمیشه که من از استقلال رشت شدم بهزاد دادستان. بعد رفتم پایتخت پرسپولیس بودم. این حالا رنگ‌ها رو ببینید طرفدارا به وجود میارن ولی از اصل اینکه آدم خودم ارقو داشته باشه. من الان یاد جوابین خودم افتادم. یاد شماره 76 میپرسن و دومات فوق‌العاده بود. خب اینا چه یاده دادم بتونه این تیم حمایت کنه بیاد کمک کنه. من از همین تیمون میگم مالک آقای نصیری رو اولین بار دیدم. امیدوارم بتونه با کمک دوستان شماها طرفدارا یه همبستگی به وجود بیاد. منم در خدمتتون هر کمکی باشه با جان دلم. ممنون آقای دکتر امیدوارم بازم شاهد حضور شما کنار تیم سابقتون باشم. ممنون خدا.